یک بار دیگه الاویران بازیکن از شباب عربستان یه پاس خوب ساخته پرداخته میکنه توی محوطه جریمه، یه موقعیت غلامپور و توپ رو به بیرون میزنه. الاویران این بار برای پاس توی محوطه جریمه، یه موقعیت برای سبزپوشان پاس برمیگردونن پشت محوطه جریمه. یک بار دیگه موقعیت هست، یک ضربه از راه دور با اختلاف بلند توپ به بیرون میره. فیروز کریمی شادمان هست از بازی خوب شاگردانش. یک بار دیگه مسرور و بهزاد غلامپور در 2 ضرب توپ رو گرفت. نیمکت نشینان پاس ایران. یک بار دیگه موقعیت، این بار بازیکنان سبزپوش توپ رو واگذار میکنن برای علی اصغر مدیر روستا از سمت راست، حرکت زیبا توی دروازه و گل محسن گروسی به زیبایی گل اول بازی رو در دروازه جا میده. محسن گروسی پاس خوبی ساخته پرداخته شد برای این مهاجم آماده فوتبال ما و پاس. ببینید چقدر قشنگ به توپ ضربه میزنه و گل پیروزی رو برای پاس ایران برمغان میاره. یک بار دیگه بازیکنان پاس ارسال توپ، آرش ناموس توی محوطه جریمه ضربش رو هم میزنه که از بالای دروازه به بیرون رفت. حکیم زاده در مرکز زمین خوب کار کرد. این بار باز هم از شباب توی محوطه جریمه یک ضربه و غلامپور فقط نگاه کرد. بازیکنان عربستان مجددا صاحب موقعیت هستند. بهزاد غلامپور، حملات توامان بازیکنان از شباب. یک بار دیگه موقعیت، حالا الاویران از کنار دروازه توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه بازیکنان از شباب ضربه سر، بهزاد غلامپور. باز هم بازیکنان ما ضربه که نزدیک بود دروازه باز بشه. ثانیه های پایانی این دیدار رو براتون گزارش میکنم. یک بار دیگه توی محوطه جریمه یک حرکت، پاس رو به عقب، ضربه و این موقعیت از دست میره یا نه. حالا از راه دور و از کنار دروازه توپ راهی آوت شد. شادمانی بازیکنان پاس ایران، پیروزی در 12مین دوره رقابت‌های باشگاه‌های آسیا. پاس قهرمان میشه و علیرضا حکیم زاده جام قهرمانی رو بالای سر میبره. پاس ایران قهرمان باشگاه‌های آسیا.